همین الان میری وضعیتتون رو کامل میکنی. 2 دقیقه دیگه وضعیت کامل جلو دفتر مایی. خودو بفرمایید. کلاتو بردار. خودتون معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سرباز زیرت کشور است. امام علی علیه السلام. 2 قدم بیا جلوتر. همونجا واسه. یکم جلوتر اینجا واسه. این مرتبه واسه. این مرتبه. خیلی کلاتو بردار. میدونی روز پنجشنبه چه روزیه؟ روز مادره. آفرین. ما بین سربازا قرعه کشی کردیم. اسم شما در اومد که اصطلاحاً پایان هفته بری مرخصی دستپوست مادر باشی. نه گریه نکن. تازه میخوام یه چیز دیگه بهت بگم. این اسم شما در اومد که پایان هفته بری خلو مادرت. ولی آی محمدی صبح من تو میدونم دید بنده خدا گفتش که کفالتی واسه مادرش پیش اومده. خب شما اجازه میده که آی محمدی جای شما بره مرخصی؟ خب پس من آی محمدی رو میگم بیاد. بفرمایید آی محمدی. خدا خیرت بده. حالا آی محمدی پشت سرته. از آی محمدی تشکر کنه. گریه نکن دیگه آی حیدری. 8 ماه در آوردی تو که زنده باشی. بفرمایید آی محمدی. بفرمایید. کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام یاداریاتو دوست دارم، سادگیاتو دوست دارم، خستگیاتو دوست دارم، چادر نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم. کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم. کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. خواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم.